سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت، جلد نخست، از صفویه تا انقلاب اسلامی. جلد دوم، انتشارات پیام، چاپ اول 1388 شمسی. راوی ف ایرانی. ادیت و پخش مجله اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی، صفحه 21، از فقه سنتی تا فقه حکومتی. کشتار بهائیان در سالهای انقلاب، صفحه 30، هجوم به خانه‌های بهائیان در سعدیه شیراز، سینما رکس آبادان، دهکده کتا، قتل در جهرم، میان دو آب، حصار خراسان. سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی، صفحه 37، بهائیان در قانون اساسی، محرومیت از تحصیلات عالی، اخراج کارمندان بهایی. گاه شمار سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی، صفحه 55، سال 1359، کشتار بهائیان در تهران و کرج، اعدام اعضای محفل ملی بهائیان، محفل دوم، یزد، سال 1360، اعدام 7 عضو محفل همدان، اعدام 3 بهایی در اوین، اعدام 2 بهایی در کاشمر، اعدام اعضای محفل محلی تبریز، 7 بهایی در شهریور ماه 1360 کشته یا اعدام شدند. قتل 5 کشاورز بهایی در فریدن اصفهان شهریور 1360. اعدام 8 بهایی در دیماه 1360. اعدام 7 بهایی دیگر در دیماه 1360. چند سند رسمی درباره رفتار با بهائیان در سال 1361. قتل 110 بهایی در 3 سال. تبلیغ و رابطه بهائیان با اسرائیل. سال 1361 بازداشت 45 بهایی و اعدام 28 نفر از آنان در شیراز. اعدام شدگان سال 1361. اعدام 3 بهایی در 22 اسفند ماه 1361. قتل 22 بهایی در سال 1362. محفل ملی و محافل محلی بهائیان. کشته شدگان بهایی سال 62. کمیته‌های پاکسازی انقلاب فرهنگی و اخراج بهائیان از مدرسه و دانشگاه‌ها. فشارهای اقتصادی، محرومیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تخریب خانه زادگاه سید باب، تخریب گلستان جاوید، قبرستان‌های بهائیان، بیمارستان میثاقیه، محرومیت‌های اقتصادی و فرهنگی، مصادره املاک بهائیان و محرومیت از ارث. کشتار بهائیان 1363 تا 1371، صفحه 204. نیمه دوم سال 1362، سال 1363.
اعدام 6 بهایی در 18 آذر ماه 1363 بهمن و اسفند سال 1363 سال 1364 سال 1365 سال 1366 سال 1367 سال 1368 سال 1370 سال 1371 دوران ریاست جمهوری خاتمی 1376 تا 84 شمسی صفحه 249 ایجاد دانشگاه آزاد بهائیان مصادره اموال بهائیان ثبت ازدواج بهائیان فشارهای اقتصادی قطع حقوق بازنشستگی برخورد وزارت دفاع با سربازان بهایی ارث دیه به بهایی تعلق نمیگیرد عضویت در تشکیلات بهایی جرم اعلام می شود پیوست صفحه 391 چند سند 1384 تا 1388 قطع شاهرگ فرهنگی جامعه بهایی ایران آزار و بدرفتاری با دانش آموزان بهایی در مدارس مرگ یک بهایی در زندان تهدید بهائیان تخریب گورستان شیراز طرح قانون مجازات اسلامی پیشگفتار در جلد نخست سرنوشت دگراندیشان مذهبی در ایران را تا استقرار حکومت اسلامی به اختصار بررسی کردم. جنبش مشروط خواهی نوید روزهای بهتری را به دگراندیشان مذهبی میداد، اما متاسفانه چنان که دیدیم انقلاب مشروطه به دست پیشوایان شیعه به مسلخ برده و چنان مسخ شد که از جمله در وضعیت دگراندیشان مذهبی بهبودی ملموس حاصل نشد و تغییر مهمی روی نداد. آرزوی دگراندیشان در تحقق برابری همه افراد جامعه در برابر قانون به ناامیدی تبدیل شد و راه ترقی دگراندیشان همچنان مسدود باقی ماند. شیخ فضلالله نوری از مخالفین سرسخت مشروطه تساوی حقوق ملل متنوعه در حدود با مسلم و اینکه تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده، ذمی و مسلم خونشان متکافو باشد و با همدیگر ذم بدهند و ذم بگیرند را نه تنها مخالف اسلام که براندازنده آن اعلام داشت. گو این که بر حسب ظاهر شیخ فضلالله بازنده مبارزه بر علیه مشروطه شد، اما نظریات او سایه بر مجلس انداخت و به کرسی نشانده شد. چنانکه در قانون اساسی شیعه اثناعشری به عنوان دین رسمی اعلام گردید و 5 مجتهد در رأس مجلس گمارده شدند که مبادا قانونی خلاف برداشت شیعی از اسلام تصویب شود. شیخ فضلالله می گفت پس ای کسی که میل آن داری که مساوی با مسلم باشی در بلد اسلام، تو اسلام قبول نما تا مساوی باشی و الا به حکم خالق قهار باید در بلد اسلام خوار و ذلیل باشی. پایان نقل قول. لوایح شیخ فضلالله نوری صفحه 60. بدین ترتیب مشروطه ای که قوانین آن باید بر اصل اعتقادات یک گروه خاص باشد، آن هم گروهی که هیچ گونه دگراندیشی و دگربودی را تحمل نمیتوانست برای دگراندیشان آزادی بیاورد و بدین سبب از بنیان متناقض و محکوم به شکست بود. این تناقض از همان اوان چنین ظاهر شد که
مخالفت روحانیون با اصل 8 پیشنویس قانون اساسی که حقوق همه ایرانیان را برابر می‌خواست بدان منجر شد که بنویسند اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در حالی که خود قانون دولتی قرار بود که مطابق با شرع انور باشد که در آن تساوی مسلمان و غیر مسلمان را غیر ممکن می‌دانست. سرپوش گذاشتن بر این تناقض در واقع کلاه شرعی بود که بر سر مشروط طلبان واقعی گذاشتند و شریعت مداران با استناد به همین قانون اساسی امروزه هم بر شاه ایراد می‌گیرند و یکی از جرم‌های نابخشودنی او را استخدام پیروان ادیان غیر اسلامی به ویژه بهائیان در عدالات دولتی می‌دانند. زیرا مطابق قانون اساسی قضایی تا ظهور مهدی موعود هیچ گونه تغییری در قوانین اسلامی نارواست و در این قوانین کوچکترین حقی برای غیر مسلمان قابل تصور نیست. در واقع انقلاب مشروطه به راهی رفت که شیخ فضلالله و یارانش می‌خواستند تا آنکه تناقض موجود در آن با استقرار حکومت اسلامی حل شد و جایش را به قانونی داد که یکسره روایت شیعی اسلام را به قدرت رساند. در ماده 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. روشن است حتی رعایت چنین قانونی چه نتایجی برای دگراندیشان به بار می آورد و چه فضای وحشت‌انگیزی از تبعیضات اجتماعی و حقوقی را بر جامعه ایران حاکم کرد. زندان، آزار و اذیت و مصادره اموال، اعدام و محرومیت از حقوق مدنی در دستور کار دولتمردان قرار گرفت و گروه‌های مذهبی از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و به ویژه بهائیان تا دراویش و حتی مسلمانان سنی مذهب مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتند. طبق برآوردهای غیر رسمی بهائیان با 300 تا 350 هزار بزرگترین گروه مذهبی دگراندیش را در ایران تشکیل می‌دهند. شمار مسیحیان در حدود 300 هزار برآورد می شود که اکثراً ارمنی هستند. گروه مسیحی پروتستان با 10 تا 20 هزار نفر و صائبین بین 5 تا 10 هزار از گروه‌های بزرگ مسیحی ایرانند، هرچند که صائبین خود را مسیحی نمی‌دانند. زرتشتیان با حدود 60 هزار پیرو و پیروان کلیمی بین 20 تا 30 هزار کهن‌ترین اقلیت‌های مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند. آمار یاد شده از انقلاب اسلامی به بعد با توجه به مهاجرت وسیع و فزاینده پیروان گروه‌های مذهبی غیر اسلامی به سبب فشارهای گوناگون و تبعیضات تحقیرآمیز همواره تقلیل یافته است. مسئله حقوق دگراندیشان و اقلیت‌های اجتماعی از مباحث مهم دنیای امروز و رعایت حقوق قومی، مذهبی و زبانی از مشخصه‌های اساسی حکومت‌های دموکراتیک است. منشور حقوق بشر تأکید بر آزادی عقیده، مذهب، بیان و قلم و اجتماعات دارد. برخی از کشورهای ماننده اعلامیه حقوق بشر
این گونه آزادی ها را به ظاهر قبول کرده اند، اما در عمل خود را پایبند به اجرای آن نمی دانند. از جمله این کشورها ایران است. حکومت اسلامی در ایران اعتقادی به حقوق بشر ندارد و مدعی است که معیار حقوق بشر در ایران حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشری که آنان معتقد به آن هستند، هیچ گروهی اعم از مذهبی و غیر مذهبی جز بخشی از شیعیان 12 امامی حق اظهار وجود ندارند و دگراندیشی اصولاً مفهومی ندارد. حتی اکثریت بزرگ معتقدین به شیعه 12 امامی هم به عنوان غیر خودی در ایران اسلامی مورد آزار قرار دارند. سرگذشت محسن کدیور، حسن یوسفی اشکبری، عبدالله نوری و بسیاری دیگر و از همه مهمتر آیت الله منتظری از این لحاظ از هر نظر عبرت انگیز است، زیرا که اینان شیعه 12 امامی و طرفدار ولایت مطلق فقیه هستند و تنها جرمشان عدم موافقت با برخی سیاست‌های دولت مردان امروزی است. به همین نمونه روشن است که از چنین حکومتی انتظار حفظ و رعایت حقوق مدنی دگراندیشان را داشتن کاملا بیجاست و آنچه بر دگراندیشان مذهبی در سایه حکومت اسلامی در ایران روا رفته قصه است پرقصه که در تاریخ جهان نمونه خود را می‌جوید که اینجا مختصراً به برخی جوانبش اشاره می‌شود. زرتشتیان که از نظر تاریخی صاحبان اصلی این مرز و بوم هستند، از دست و زبان مهمانان تازه وارد در امان نبوده و نیستند. بیژن یگانه نماینده زرتشتیان در مجلس اسلامی میگوید افرادی پیدا شده اند که تجاوز به حریم دارایی و املاک زرتشتیان برای آنها کاری عادی شده است. به گفته نیکنام، برخی زمینخواران با درست کردن قولنامه‌های جعلی زمین‌های زرتشتیان را به تصاحب خود درآورده و بعداً آن را به فروش می‌رسانند. املاک زرتشتیان در یزد، تفت و روستاهای زرتشتی نشین مورد تجاوز قرار گرفته است. زرتشتیان بنابر اعتقادات مذهبی خود همیشه سعی در آباد کردن زمین‌های بایر داشته‌اند. از این رو سرمایه و کار زرتشتیان بیشتر در این بخش متمرکز بوده است. امروزه با ازدیاد جمعیت زمینخواران تازه وارد، آنان از شرایط موجود در جامعه استفاده کرده و نتیجه زحمات زرتشتیان را به یغما میبرد. یک نمونه در این جهت یاد می شود. یک نفر زرتشتی به نام ماکار در سال 57 پولی برای ایجاد پارک در اختیار شهرداری یزد قرار داد، مشروط بر اینکه نام او بر روی پارک باشد، اما از آنجا که او زرتشتی است، شهردار شهر تنها نام پارک بزرگ شهر را قابل قبول می‌داند تا مبادا نام یک خیرخواه زرتشتی بر سر زبانها بیفتد. در کشوری که در آن آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در برگزاری کنگره سرداران شهید میگوید بشر غیر از اسلام همان حیواناتی هستند که روی زمین میچرخند و فساد میکنند. چه انتظاری غیر از این گونه رفتارها و کردارها میتوان از مسئولان حکومت اسلامی داشت؟ جمشید پیشدادی زاده یزد در کتاب بر ما چه گذشت از خاطرات دوران کودکی خود نقل می کند که روزی برای خرید سبزی خوردن به سبزی فروشی رفتم. چون خواستم سبزی بردارم
با تشر زدن سبزی فروش روبرو شدم که می گفت گبر نجس دست نزن. بهرام بهرامی می نویسد گو اینکه در حکومت جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان به عنوان اقلیت مذهبی شناخته شده اند، اما هیچگاه آزادی آنان در زمینه باورهای مذهبی شناخته نشده است. آنان به شیوه‌های مختلف تحت فشار هستند که در زیر مختصراً به برخی از آنها اشاره می‌کنم. زرتشتیان مجبورند از قوانین و مقررات شیعه پیروی کنند. یکی از این قوانین قانون ارث است. هرگاه یک زرتشتی مسلمان شود، تنها او وارث اموال فامیل است. برای نمونه، پس از درگذشت مهربان فرودیان، یکی از فرزندان او که مسلمان شده بود، با استناد به ماده 881 قانون مدنی خواهان کلیه اموال پدر شد. گو اینکه مادر و 4 برادر و خواهر او به دادگاه شکایت می کنند و قاضی به نفع آنان رأی می دهد، ولی حکم دادگاه به فتوای آیت الله خامنه‌ای باطل می شود. او در جواب سؤال فرزند مسلمان شده درباره ارث پدر چنین جواب می دهد. پاسخ ولی فقیه به این نامه که به شماره 65215 به تاریخ 27/8/1378 در دفتر مسائل شرعیه رهبر ثبت شده است چنین است: بسم تعالی، با وجود وارث مسلمان ارث به کافر نمی رسد. باید توجه داشت که این فتوا خلاف قانون اساسی ایران است که زرتشت را به عنوان یکی از ادیان یکتاپرست به رسمیت می شناسد. به علت فشار به جامعه زرتشتی یزد در سالهای اخیر شمار زیادی از آنان شهر را ترک گفتند. به گفته کوروش نیکنام اکنون 2 روستای زرتشتی نشین به کلی خالی از سکنه شده است و در سرشماری کشور مسئولین از ثبت دین زرتشتی خودداری می‌کردند. نماینده زرتشتیان در مجلس اعتراض می‌کند که عدم ثبت نام زرتشتیان منجر به اعلام غیر واقعی تعداد زرتشتیان در کشور است، چون زرتشتیان همانند بهائیان و بیشتر از آنان یهودیان و مسیحیان از مدافعینی قدرتمند در خارج برخوردار نیستند. رساندن موارد اذیت و آزار آنان به گوش جهانیان به همبستگی و همدردی همه ایرانیان میهن‌دوست بستگی دارد. یهودیان گو اینکه حقوق مذهبی یهودیان در قانون اساسی اسلامی تضمین شده است، اما چون ایرانیان یهودی آیین از سوی مسئولان حکومت اسلامی به عنوان طرفداران صهیونیسم معرفی می شوند و به مشکلات بزرگی دچار گشته و همچنان می گردند. اظهارات مسئولین کشوری در مخالفت با اسرائیل موجب ایجاد جو بدبینی و خصومت در بین متعصبین مذهبی شده است. دستگیری و زندانی کردن چندین یهودی شیرازی یکی از نتایج و نمودارهای سیاست حاکم نسبت به کلیمیان است. احمدی نژاد در کنفرانسی خبری از نابودی صهیونیسم و اسرائیل صحبت کرد و امامان جمعه به طور مکرر قتل عام یهودیان در اروپای فاشیسم زده را در سخنرانی‌های خود به کلی انکار می‌کنند و بیانات احمدی نژاد را کلام قلبی مسلمانان جهان
مینامد. یهودیان ایران حق سفر به اسرائیل که زیارتگاه آنان در آنجا است ندارند. در سال 1378 13 یهودی به اتهام تماس غیرقانونی با اسرائیل و توطئه برای تشکیل سازمان غیرقانونی محاکمه و محکوم شدند. در طول محاکمه محل کسب و کار متهمین تحریم و تخریب شدند. در چنین شرایطی جای شگفتی نیست که جمعیت ایرانیان یهودی از انقلاب اسلامی تاکنون به کمتر از نصف کاهش یافته است. به گفته مارون یشایایی، رئیس هیئت مدیره انجمن کلیمیان تهران، به سبب کمبود دانش آموز و پراکندگی یهودیان برخی از مدارس آنان تعطیل شده است و چون امکان استخدام مدیران یهودی نبوده است، مدیران مدارس کلیمیان مسلمان هستند. در خرداد ماه سال 1387 نمایشگاهی به نام افسانه دروغ با هدف یادبود سالگرد تأسیس اسرائیل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و در شهر قم با شرکت 230 هنرمند از داخل و خارج از کشور برگزار شد. حمید رسائیم، مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدین مناسبت گفت: کاریکاتورهای این نمایشگاه بی‌پرده هولوکاست را مورد تردید قرار دادند. در همین رابطه فیلمی با عنوان نبرد نهانی پنهان از شبکه سراسری تلویزیون کشور پخش شد که در آن نقشه استیلای یهودیان بر جهان و نسل‌کشی غیر یهودیان به تصویر کشیده شده بود. روشن است که هدف از چنین تبلیغاتی ایجاد نفرت و دشمنی میان ایرانیان است. ارامنه. پیش از این به سرگذشت ارامنه در گذشته‌های دورتر اشاره کردم. پس از انقلاب اسلامی با محدودیت‌هایی که برای آنان ایجاد شده بود، عده زیادی ترک وطن کرده و به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مهاجرت کردند. مسیحیان کاتولیک و پروتستان نیز در امان نماندند. برعکس، چون به آنان به عنوان مرتد داخل پرانتز چه مرتد ملی و چه مرتد فطری پرانتز بسته نگاه می کنند، آنان را مهدورالدم می دانند. ائمه جمعه مسلمانان را از معاشرت و معامله با مسیحیان منع می کنند. از همان روزهای اول انقلاب مسیحیان مورد تجاوز قرار گرفتند و 2 نفر کشیشان به نام ارسطو سیاح و بهرام دهقانی تفتی در شیراز به قتل رسیدند. در سال 1369 کشیشی به نام رامین سودمند در مشهد به دار آویخته شد. او در 13 سالگی از اسلام به مسیحیت گرویده بود. پسر او به نام رامین سودمند نیز در همان شهر زندانی شد. در سال 1373 گروهی ناشناس 3 کشیش مسیحی به نامهای هایک هوسپیان، تاتاووس میخائیلیان و مهدی دیواج را به قتل رساندند. پس از افشای عاملین قتل‌های زنجیره‌ای مشخص شد که قتل این کشیشان نیز به دست مأموران وزارت اطلاعات انجام شده است. در 6 مهر ماه 1375 محمد باقر یوسفی بر درختی در جنگل‌های مازندران به دار کشیده می شود. در شهریور ماه 1383 نیروهای امنیتی به یک گردهمایی مسیحیان یورش برده و 80 نفر را دستگیر می کنند.
یکی از دستگیر شدگان شخصی به نام حمید پورمند چند سال پیش از آن به مسیحیت گرویده بود. او در یک دادگاه نظامی به 3 سال زندان و اخراج از خدمت و قطع حقوق بازنشستگی محکوم می شود. دگراندیشان مسیحی ایران مانند زرتشتیان، یهودیان و بهائیان در سیستم قضایی ایران اسلامی مورد تبعیض و آزار قرار دارند. آنان حق انتخاب شدن به مقامات ارشد دولتی ندارند، از جمله از خدمت در قوه قضاییه، در نیروهای امنیتی و حتی مدیریت مدارس محرومند. از 50 مدرسه وابسته به اقلیت‌های مذهبی تنها 3 مدرسه دارای مدیر غیر مسلمان هستند. بدین علت که از سال 1362 طبق بند اول ماده 1 قانون استخدام مدیران اعتقاد به اسلام، التزام عملی به احکام اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزو شرایط احراز مقام مدیریت مدارس می باشد. از سال 1382 تبصره‌ای به ماده 1 اضافه شد که در آن تنها شرط را التزام به قانون اساسی می داند. بنا به گفته گئورگ وارتان، نماینده ارامنه تهران در مجلس هفتم، همه مدارس ارمنی در اوایل انقلاب تعطیل شدند. پس از بازگشایی آنها مدیران ارمنی کنار گذاشته شدند و مدیران مسلمان مدیریت مدارس خاص ارامنه را به عهده گرفتند. به گفته او وجود این مدیران مسلمان مانع ایجاد فضای آموزش فرهنگ ارمنی است. داخل پرانتز منبع وبسایت گذار و گزارش سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر وابسته به آن پرانتز بسته. در سال 1378 عده‌ای از فعالین و اعضای کلیساهای خانگی در شیراز دستگیر شدند. بنا به گزارش شبکه خبر 2 تن از مسیحیان شیرازی به نام محمود معین‌آزاد و آرش بصیرت در اردیبهشت 1387 در پارک رؤیا توسط مأمورین اطلاعات و امنیت کشور بازداشت شدند. آنان در بازداشتگاه موقت زندان اطلاعات معروف به پلاک 100 در مرکز شیراز در سلول انفرادی زندانی شدند. به گزارش FCNN شبکه خبری مسیحیان فارسی زبان، طبق پرونده بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و گزارش منتشر از سوی اداره کل استان فارس برای محمود معین‌آزاد و آرش بصیرت با استناد به ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و دادگاه عمومی و انقلاب و مسائل 1 و 9 مبحث ارتداد در کتاب تحریرالوسیله از امام خمینی قرار مجرمیت و تقاضای کیفر ارتداد برای متهمین صادر و اعلام گردید. از دیگر موارد اتهام آنان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و اهانت به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و مسئولین نظام بوده است. بر اساس فقه اسلامی خروج از اسلام در حکم ارتداد و خون کسی که از اسلام خارج شود مباح است. رهبران کلیسای انجیلی تحت فشار مقامات دولتی باید تعهدنامه‌هایی امضا کنند مبنی بر اینکه مسلمانان را برای گرویدن به مسیحیت تبلیغ نکنند و به آنان اجازه شرکت در مراسم کلیسا ندهند. همانطور که یادآور شدم، پس از تشکیل جمهوری اسلامی کلیه گروه‌های دگراندیش مذهبی بدون استثنا
مورد تجاوز و آزار قرار گرفتند. اذیت و آزار و کشتار بهائیان در این میان ابعاد وحشتناکی به خود گرفت. از این رو در این جلد که به دوران پس از انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی در ایران مربوط است، تنها به سرنوشت بهائیان و تجاوزاتی که نسبت به آنان روا رفته می‌پردازد. برخورد شدید حکومتگران اسلامی نسبت به دگراندیشان مذهبی چنان جنایتبار بوده و هست که تدارک اسناد و بررسی همه جانبه آن در مورد همه پیروان آیین‌های موجود در ایران با امکانات محدود موجود ممکن نیست و سالها باید بگذرد تا با دستیابی به مدارک و آمار قابل اعتماد و مصاحبه با قربانیان و یا بستگان آنان بتوان تصویری کامل و علمی از آن به دست داد. بدین دلیل با توجه به آنکه در میان دگراندیشان مذهبی بهائیان بزرگترین گروه را تشکیل می‌دهند و شدیدترین تهاجمات را تحمل کرده و بدین سبب هم از سوی مجامع بین المللی بیشتر مورد توجه بوده اند و مدارک بیشتری از جنایات و تبعیضات نسبت به آنان گرد آمده است، به این نتیجه رسیدم که بهتر است برای رسیدن به هدف این کتاب بهتر است بررسی دقیق و همه جانبه ای از سرنوشت این گروه دگراندیش مذهبی نشان دهم. بر پایه این بررسی برای خواننده ممکن خواهد بود سرنوشت دیگر اقلیت‌های مذهبی را کمابیش تصور کند و ابعاد و شیوه‌های فشار و تبعیض نسبت به آنان را دریابد. گناه بهائیان از نظر حکومتگران اسلامی در مقایسه با دیگر گروه‌ها مضاعف است، زیرا که آنان نه تنها یک اقلیت دینی محسوب می‌شوند، بلکه دین آنان از دیدگاه حکومت اسلامی ایران بدترین انحراف مذهبی از اسلام تلقی می‌شود. اگر بخواهیم مشکل حکومتگران اسلامی با اینان را در یک جمله خلاصه کنیم، باید به یک کلام بگوییم بهائیان مخالف روحانیون نیستند، بلکه انکار آنانند. بهائیان برای روحانیون از هیچ دین و آیینی حقی قائل نیستند و چنین نهادی را اصولاً به رسمیت نمی‌شناسند. در مورد اسلام روشن است که فتوا دادن حکم جهاد، گرفتن سهم امام و خمس و زکات و دیگر حقوق روحانیت را مجاز نمی‌دانند. برای مردم عقل قائل هستند و آنان را محتاج به پیشوا و به ویژه پیشوای مذهبی نمی‌خواهند. بدین جهت مخالفت در حد دشمنی روحانیون با بهائیان جنبه حیاتی دارد، زیرا که گسترش این افکار همانا و جمع شدن بساطی که روحانیت شیعه برای خود دست و پا کرده است همانا. از این رو هم با به قدرت رسیدن روحانیت پس از انقلاب اسلامی از مبرمترین اهدافی که رسیدن به آن را ممکن و لازم می‌دانستند، سرکوب و کشتار وسیع بهائیان بود. روشن است که کتاب حاضر اضافه بر آنکه به سرنوشت تنها یکی از گروه‌های دگراندیش در دوره مورد نظر می‌پردازد، باز هم از این نظر که تنها در خطوط اصلی منظره جنایاتی را در مورد کسانی نشان می‌دهد که درباره سرگذشت زندگیشان می‌توان و باید کتابی نوشت، ناکافی و ناقص است. به امید روزی که دستیابی به مدارک بیشتر نوری افشاگر بر همه زوایای تاریک خانه جنایاتی که به نام دین بر مردم میهنمان رفته بتاباند. شکل‌گیری حکومت‌های خودکامه بدون حضور روشنفکران، کوته‌بین و حقیر
ممکن نیست. این گونه روشنفکران در عمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند. هانا آرنت. انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی فصلی دیگر در تاریخ سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی رقم زد. فصلی که نه فقط به دلیل کمیت و کیفیت و شیوه های سرکوب که به دلایل گوناگونی که در پی خواهد آمد در تاریخ ایران و در تاریخ سرکوب دگراندیشان بی سابقه است. تحلیل انقلاب اسلامی و نقش لایه‌های گوناگون جامعه و عناصر فرهنگی، مکتبی و نظری در این انقلاب موضوع کتاب حاضر نیست و در این فصل تنها به ابعادی از فرهنگ، ایدئولوژی و سیاست عملی و نظری انقلاب و جمهوری اسلامی اشاره خواهد شد که با موضوع کتاب ارتباط و در سرنوشت دگراندیشان مذهبی در ایران تأثیر داشته. احیاء مذهب و روحانیت شیعه در قالب مفاهیمی چون بازگشت به خویش، حفظ هویت، مقابله با سلطه و نفوذ فرهنگی و سیاسی غرب و واکنش منفی درباره ابعاد مغلوب شده ای از مدرنیته و مدرنیزمی که از مشروطه به بعد به ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران راه یافته بود، از عناصر اصلی انقلاب اسلامی ایران بودند. مفاهیمی چون بازگشت به خویش و حفظ و احیاء هویت فرهنگی که در دوران پهلوی اول بازگشت به ایران پیش از اسلام معنا می‌شد، در انقلاب اسلامی به بازگشت به صدر اسلام و احیاء فرهنگ و سنت‌های مذهب شیعه معنا شد. روحانیت زرتشتی، سنی و شیعه دست کم از دوران ساسانیان به بعد در قدرت سیاسی با دربار شریک بوده و سهم آن به تناسب موقعیت تغییر می‌کرد. روحانیت شیعه که به دوران پهلوی اول و دوم شاهد کاهش سهم خود در قدرت و نگران کاهش پرشتاب نفوذ معنوی و هژمونی سیاسی و فرهنگی خود در لایه‌های گوناگون جامعه بود، در انقلاب اسلامی شریک تاریخی خود دربار را از قدرت سیاسی حذف و حکومت را در انحصار خود گرفت و کوشید تا با سرکوب فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی هژمونی خود را بر لایه‌هایی از جامعه که از پذیرش رهبری او سرباز زده بودند اعمال کند. لایه‌هایی از جامعه ایرانی به ویژه بخشی از طبقه متوسط شکننده ایران به دوران حکومت خاندان پهلوی در حال رها شدن از رهبری فکری روحانیت شیعه بودند، اما بینش مذهبی نه فقط در این لایه و در میان توده‌های مردم که در بالاترین لایه‌ها و طبقات جامعه حتی در دربار پهلوی نفوذی ژرف داشت. جایگزینی اتوریته و هژمونی روحانیت به معنای حذف مذهب و بینش دینی نبود، اما نفوذ روحانیت را کاهش می‌داد. به دوران پهلوی دوم همه احزاب، سازمان‌های سیاسی و حتی محفل فرهنگی مستقل و غیر دولتی جز ساختار، تشکیلات و سازمان روحانیت از جامعه حذف شده بودند و به هنگامی که نارضایتی‌ها به جایی رسید که برای دگرگونی ساختار سیاسی حاکم به آلترناتیو نیاز بود، جز روحانیت شیعه هیچ امکان دیگری در اختیار نبود. فرهنگ اکثریت مردم دینی بود و مردم مذهبی به نماینده سیاسی فرهنگ مسلط خود روی آوردند. نماینده سیاسی فرهنگ شیعه روحانیت معترض به دربار
و مهمترین چهره آن آیت الله خمینی بود. حاشیه نشینان شهری، لایه‌های مادون طبقه‌ای که از روستاها به شهرها کوچیده و در قالب زحمتکشان شهری در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند، عمیقاً مذهبی و از تضعیف سنت‌های فکری، فرهنگی و مذهبی خود به دوران پهلوی دوم برآشفته بودند. روحانیت شیعه که تا پیش از انقلاب اسلامی رهبری فکری، فرهنگی، مکتبی و مذهبی لایه‌های روستانشین و حاشیه نشینان شهری و بخش مهمی از بازار سنتی ایران را در انحصار داشت، در انقلاب اسلامی هژمونی فرهنگی خود را به رهبری سیاسی بر کل جامعه بدل کرد. موج بازگشت به خود، حفظ هویت و سنت‌های ملی و مذهبی که در 2 دهه 40 و 50 به یکی از پرنفوذترین گرایش‌های جامعه روشنفکری ایران بدل شده و حتی دربار نیز از آن حمایت می‌کرد، واکنش منفی سنت را در برابر مدرنیزاسیون تحمیلی و مغلوب شده بیان می‌کرد و روحانیت شیعه به عنوان اصلی ترین دژ حفظ و دفاع از سنت به تدریج خود را از حاشیه جامعه سیاسی به قلب آن برکشید. پیروزی انقلاب اسلامی میتواند موضوع بررسی‌های گوناگون باشد، اما تا آنجا که به موضوع کتاب حاضر برمیگردد، سالهای انقلاب و 3 دهه حکومت جمهوری اسلامی نشان داد که حذف خشونت‌آمیز دگراندیشان مذهبی و سیاسی، گرایشی ریشه‌دار در روحانیت شیعه از همان روزهای نخستین انقلاب اسلامی چون یکی از شیوه‌های اصلی سربر کرد و در انقلاب و پس از انقلاب به برخورد مسلط دولت و جامعه بدل شد. روحانیت شیعه خواست همیشگی خود حذف فیزیکی و معنوی دگراندیشان مذهبی به ویژه بهائیان را در جمهوری اسلامی به برخورد اصلی نظام یافته روشمند حکومت بدل کرد، چرا که این بار مانع دربار را در برابر خود نداشت و همه امکانات دولتی مدرن از نهادها تا رسانه‌ها نیز در انحصار او بود. حذف دربار از صحنه قدرت سیاسی بر سرنوشت دگراندیشان مذهبی تأثیری مهم داشت. شاهان و دیوان سالاری دولتی ایران در طول تاریخ گرچه بارها در سرکوب دگراندیشان مذهبی با روحانیت همکاری داشته و همراه بودند، اما به ضرورت مسئولیت اداره جامعه و به اقتضای سیاست‌های خود گاه سرکوب دگراندیشان مذهبی را تعدیل می‌کردند. در جامعه ایرانی که از برکت جامعه مدنی و نهادهای مستقل غیر دولتی محروم بود، دربار و دیوان سالاری دولتی تنها نهادی بود که گهگاه سرکوب دگراندیشان مذهبی را تعدیل می‌کرد، هرچند در مورد بهائیان این نقش کمتر تحقق می‌یافت. احزاب و سازمان‌های سیاسی که پس از مشروطه شکل گرفتند، حتی احزابی چون حزب توده و سازمان فداییان خلق که مدعی کمونیسم و سوسیالیسم بودند و همه احزاب جبهه ملی که از ناسیونالیسم، وحدت ملی و لیبرالیسم طرفداری می‌کردند، تا دهه 80 در برابر سرکوب بهائیان سکوت کرده و گاه چون حزب توده پس از انقلاب اسلامی آن را تایید می‌کردند. حزب توده همراهی با حکومت در سرکوب بهائیان را به جایی رساند که در نخستین سالهای انقلاب برای جلب حمایت روحانیون شیعه، بهایی و
بهایی زادگانی را که به این حزب پیوسته بودند از حزب اخراج کرد. آن گروه از کادرها و اعضای رهبری حزب که از دستور اخراج بهاییان خبر داشتند تا سال 1378 شمسی در این باره سکوت کرده و تنها در این سال بود که یکی از اعضای سابق حزب توده به نام رضا فانی در یادداشتی ماجرای اخراج بهاییان را از حزب توده افشا کرد. روشنفکران ایرانی نیز تا دهه 80 با سکوت و یا با تأیید با سرکوب به بهاییان برخورد می‌کردند و بدینسان با حذف دربار تنها نهادی که گاه سرکوب را تعدیل می‌کرد ناپدید شد و دگر اندیشان مذهبی به ویژه بهاییان در برابر حکومت بی‌پناه شدند. حکومت جمهوری اسلامی همه ادیان به جز 4 دین به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام را غیرقانونی اعلام کرد. با این همه پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده نیز با انواع فشارها روبرو شدند و سرکوب دگراندیشان مذهبی به اهل سنت و دراویش شیعه نیز گسترش یافت. برخورد حکومت با پیروان ادیان گوناگون متفاوت بود و در این میان سرکوب بهاییان در 30 سال گذشته خشن، پیگیر و نهادینه ادامه یافته است. بر اساس شرع اسلام مجازات ارتداد برای مرتدین از جمله بهاییان و همه مسلمانانی که به دیگر ادیان می‌گروند اعدام تعیین شده است. حکومت نه فقط از قوانین که از همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، تبلیغاتی و از همه نهادهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی برای سرکوب دگراندیشان مذهبی بهره گرفت. در جمهوری اسلامی نهادهای سرکوب فرهنگی و ایدئولوژیک به انحصار روحانیت درآمد. روحانیت شیعه که تا پیش از انقلاب اسلامی برای سرکوب دگراندیشان مذهبی به 2 مکانیزم فشار به دربار و دولت و تحریک توده‌های مردم متوسل می‌شد، در انقلاب اسلامی با تحریک و بهره برداری از عقب مانده ترین لایه‌های روانشناسی و شعور جمعی مردم ایران و در غیبت عامل بازدارنده یا تعدیل کننده نهادهای دولتی که فلج شده یا با انقلاب همراه شده بودند، کشتارهایی چون کشتار دست جمعی بهاییان را در قریه سعدی شیراز سازمان داد. پس از انقلاب نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌های صوتی و تصویری و مکتوب در انحصار روحانیت قرار و روحانیت این نهادها و سازمان‌های پلیس، ارتش و اطلاعات را برای تسویه حساب نهایی با دگراندیشان مذهبی به کار گرفت. این بار دگراندیشان مذهبی با دولتی مذهبی روبرو بودند که به نهادهای نیمه مدرن سرکوب، درآمدهای نفتی و امکانات دولتی و حکومتی نیز مجهز بود. از فقه سنتی تا فقه حکومتی. با پیروزی انقلاب اسلامی، فقه و فلسفه سیاسی شیعه نیز دوران تازه‌ای را تجربه کرد. پیش از این گفته شد که فقه و فلسفه سیاسی شیعه متناسب با وضعیت تاریخی تحولاتی را تجربه کرده است. این تحولات را میتوان به 2 دوره تقسیم بندی و بررسی کرد. 1. فقه و فلسفه سیاسی شیعه در دوران حکومت‌های سنی و به مقطعی از تاریخ که شیعیان در اقلیت یا تحت تعقیب بوده تقیه کرده و عقاید خود را پنهان می‌کردند. در این دوران مکتب اخباری
بر فقه شیعه 12 امامی مسلط بود. چنانکه پیش از این گفته شد، اخباریون مأخذ فقه را به قرآن و سنت، رفتار و کردار پیامبر و امامان معصوم محدود می‌کردند. بر اساس این مکتب حکومت اسلامی جز با ظهور امام غائب ممکن نبود. فقهایی که اغلب منزوی بوده یا عقاید خود را پنهان می‌کردند، به بحث‌های حکومتی و مباحث اقتصادی و سیاسی نمی‌پرداختند و این مباحث را به ظهور امام موکول می‌کردند. 2. فقه و فلسفه سیاسی شیعه به دوران حکومت‌های شیعه پیش از مشروطیت. این دوران را می‌توان به 6 مرحله تقسیم کرد. الف، دوران حکومت آل بویه در شمال ایران از 320 تا 447 هجری قمری برابر با 932 تا 1055 میلادی. برخی حاکمان این سلسله چون معزالدوله، عضدالدوله و فخرالدوله به شیعیان نظر مساعد داشته و به آنها کمک مالی می‌کردند. اما روحانیت در قدرت سیاسی نفوذ چندانی نداشت و فقه شیعه به مباحث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نمی پرداخت و در انتظار ظهور امام غائب بود. ب. دوران ایلخانان مغول 654 تا 750 هجری قمری برابر با 1256 تا 1349 میلادی. این دوران با شیعه شدن قازان خان، یکی از حاکمان ایلخانی مغول، در سال 694 هجری قمری برابر با 1295 میلادی آغاز می شود. شجاع الدین شفا از تاریخ مبارک قازانی نقل می کند: خاقان پیغامبر صلی الله علیه را به خواب دید و به دست او با نوادگانش حسن و حسین علیه السلام عقد برادری بست. قازان خان با این رویا شیعه شد و به جای کلاه عمامه بر سر گذاشت و موقوفات و عواید فراوانی را در قلمرو خویش به سادات اولاد پیغمبر و خانواده های آنان اختصاص داد. قازان برای تثبیت ادعای مسلمانی خود فرمان داد که بتخانه ها، آتشکده ها و کنیسه ها را در دارالملک تبریز ویران کنند و به جای آنها دارالسیاده یا مسجد بسازند. شیعه شدن قازان خان گرچه راه نفوذ روحانیت شیعه را در دربار و قدرت سیاسی باز کرد، اما روحانیت شیعه در این دوران چندان ضعیف بود که به چشماندازهایی فراتر از امتیازات اندک خود نمی اندیشید. پ. دوران آل مظفر 713 تا 795 هجری قمری برابر با 1313 تا 1393 میلادی. در این دوران بود که روحانیت شیعه به امکانات مادی حکومتی دست یافت. یکی از حاکمان این دوران امیر مبارزالدین محمد امیر آل مظفر داخل پرانتز 754 قمری برابر با 1353 میلادی پرانتز بسته، در تعصب و اذیت و آزار دگراندیشان مذهبی گوی سبقت از شاهان و امیران دیگر ربود. حافظ به دوران حکومت امیر مبارزالدین میزیست و او را با لقب‌هایی چون محتسب و غیره
در شعر خود تصویر و به نماد همه حاکمان متعصب مبدل کرده است که به انگیزه یا توجیه مذهبی کشتار دگراندیشان مذهبی و غیر مذهبی را به برنامه اصلی خود بدل می کند. دوران صفویه 907 تا 1105 هجری قمری برابر با 1501 تا 1694 میلادی. موقعیت سیاسی و نظری روحانیت شیعه به دوران صفوی در فصلهای پیشین این کتاب آمده است. 3. دوران قاجاریه 1200 تا 1327 هجری قمری برابر با 1797 تا 1925 میلادی. در فصلهای پیش اشاره شد که در این دوران مکتب اصولی بر مکتب اخباری پیروز و نهاد مرجعیت در شیعه تثبیت شد. همانگونه در فصلهای پیشین آمد روحانیت شیعه به دوران قاجار از بیشترین نفوذ و قدرت سیاسی برخوردار شد و در پرتو تثبیت نهاد مرجعیت تشکیلات و اقتدار مالی و سازمانی خود را گسترش داد. دوران پهلوی 1304 تا 1357 شمسی برابر با 1925 تا 1979 میلادی. به دوران پهلوی روحانیت بخش مهمی از نفوذ و اقتدار سیاسی، اجتماعی و قضایی خود را از دست داد، اما به دلایل گوناگون از جمله سرکوب همه نهادهای سیاسی غیر دولتی و تقویت فرهنگ دینی برای مبارزه با نیروی چپ به قوی‌ترین نهاد اپوزیسیون فرهنگی و سیاسی بدل شد. دوران جمهوری اسلامی 1357 آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی حکومت اسلامی را چنین تعریف می‌کند: حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است. مجموعه شرایط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. آیت الله خمینی درباره حدود اختیارات ولی فقیه می نویسد: همان اختیارات و ولایتی که حضرت الرسول و دیگر ائمه صلوات الله در تدارک سپاه و بسیج سپاه و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل یا قرار دادن و تعیین قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم صلوات الله و امام با فقیه فرق داشته باشد. نظریه و مفهوم ولایت فقیه که در فصلهای پیشین کتاب بدان پرداخته شده است و مبنای قانون اساسی ایران است. اختیارات و
قدرت پیامبر و امامان را به ولی فقیه منتقل می‌کند. کشتار بهائیان در سالهای انقلاب. دور جدید سرکوب بهائیان پیش از استقرار جمهوری اسلامی آغاز و در شروع انقلاب اسلامی در سال 1357 حملات بر ضد بهائیان تشدید شد. روحانیت شیعه و گروه‌های مذهبی که رهبری انقلاب را در دست داشتند، بهائیان را طرفدار غرب، آمریکا و حکومت شاه معرفی کرده و حمله به بهائیان را در کنار حمله به مراکز دولتی تشویق می‌کردند. در ایران آن زمان در میان ده‌ها سرمایه‌دار مسلمان، دو سرمایه‌دار بهایی معروف نیز وجود داشت که به نهادهای حکومتی شاه نزدیک بودند. اکثریت بهائیان ایرانی در آن زمان به اقشار میانی و پایین طبقه متوسط و طبقه فقیر جامعه تعلق داشتند. اما تبلیغات روحانیت دو سرمایه‌دار بهایی را نماینده جامعه بهائیان ایران معرفی می‌کرد. با فزونی گرفتن موج انقلاب، حذف فیزیکی جامعه بهایی در دستور کار روحانیت شیعه قرار گرفت. هجوم به خانه‌های بهائیان در سعدیه شیراز. در دوم آذر ماه 1357 شمسی، به زمانی که ایران در آتش انقلاب می‌سوخت، محله‌ای به نام سعدیه در حوالی شیراز که اکنون به بخشی از شهر بدل شده است، هدف حمله گروه‌های مسلمان طرفدار انقلاب و نزدیکان به آیت الله دستغیب، نماینده آیت الله خمینی در شیراز قرار گرفت. به گزارش شاهدان عینی، خانه‌های بهائیان به آتش کشیده شد و صدها بهایی بی خانمان شدند. این فاجعه با حمله گروهی به منزل یک بهایی به نام صفات الله فهندج، استوار ارتش، آغاز شد. مهاجمان به قصد ورود از دیوار خانه بالا می روند. فهندج برای دفاع از خود از پشت بام به سوی مهاجمین تیراندازی و چند نفر را زخمی می کند. جمعیت خشمگین می شود و صفات الله فهندج را می کشند. صفات الله فهندج در سال 1312 شمسی در سعدیه شیراز متولد شده بود. در ارتش درجه استواری داشت و در دوم آذر ماه 1357 شمسی در سن 45 سالگی کشته شد. روز بعد مهاجمین خانه فهندج و دیگر بهائیان سعدیه را غارت کرده و آتش می‌زنند و تعدادی بهایی از جمله کودکان و زنان را می‌کشند. زنی به نام عوض گل فهندج، مادر 7 فرزند که در سال 1302 شمسی در ده سعدیه شیراز متولد شده بود، از قربانیان فاجعه سعدیه بود. او در ماجرای غارت خانه‌های بهائیان سعدیه در 22 آذر سال 1357 به ضرب گلوله در سن 55 سالگی به قتل رسید. به گزارش شاهدان عینی، نیروهای دولتی نه تنها مانع قتل و غارت خانه‌های بهائیان نشدند، بلکه از مهاجمین حمایت کردند. پس از این واقعه، کامیون‌های نظامی مهاجمین را به ساختمان پپسیکولا میبرند و جمعیت را به آتش زدن ساختمان کارخانه پپسیکولا تشویق میکنند. اکثریت سهام شرکت پپسیکولا به یک بهایی تعلق داشت و پیش از انقلاب نیز برخی مراجع از جمله
آیت الله سید کاظم شریعت مداری مصرف نوشابه پپسیکولا را به همین دلیل حرام کرده بودند. در این حمله علاوه بر ساختمان پپسیکولا، ساختمان دیگری نیز که متعلق به یک بهایی بود به آتش کشیده و 1 نفر کشته شد. برخی بر آنند که کشتار بیرحمانه قریه سعدیه، آتش سوزی ها و غارت ها با همکاری ارتش و ساواک انجام گرفته است. اطلاعیه صادره از سازمان ملی دانشگاهیان ایران شعبه شیراز مورخ 25 آذر ماه 1357 شمسی مؤید این ادعا است. متن اعلامیه چنین است: در 2-3 روز گذشته عده‌ای از افراد مشکوک با استفاده از احساسات مذهبی مردم داغ دیده و به کار گرفتن اشرار و اوباش حرفه‌ای دسته‌های مهاجمین به راه انداخته‌اند و با نقشه دقیق به تخریب، سوزاندن و غارت خانه‌ها و مغازه‌های افراد منتسب به بهائیت پرداخته‌اند. عجیب آنکه در تمام این حوادث نیروهای پلیس و حکومت نظامی دست روی دست گذاشته و از هر گونه اقدام در جهت جلوگیری از تخریب و غارت و یا کمک به آسیب دیدگان خودداری نمودند. روحانیت شیعه به دوران انقلاب می‌کوشید تا نیروهای امنیتی و نظامی حکومت شاه را بی‌رحم و ددمنش و اسلام را دین رحمت و رأفت معرفی کند و به همین دلیل مسئولیت اغلب آتش سوزی ها و تخریب ها را به گردن ساواک شاه و اشرار و اوباش حرفه‌ای وابسته به ساواک می‌انداختند و مدعی می‌شدند که رژیم شاه برای بدنام کردن و تخریب چهره اسلام و روحانیت چنین توطئه‌هایی را طراحی و سازماندهی می‌کرد. معروف‌ترین نمونه این برخورد را می‌توان در ماجرای سینما رکس آبادان دید. سینما رکس آبادان در شنبه شب 28 مرداد 1357 شمسی به آتش کشیده شده و بیش از 600 نفر در آتش سوخته و خاکستر می‌شوند. روحانیت و فضای عمومی جامعه و همه نهادها و گرایش‌ها و سازمان‌های سیاسی از جمله همه سازمان‌های چپ و جبهه ملی و نهضت آزادی در اعلامیه‌های گوناگون ساواک و حکومت شاه را مسئول آتش زدن سینما رکس معرفی می‌کنند. آیت الله خمینی که در آن زمان در نجف ساکن بود، در 31 مرداد در پیامی به مردم آبادان نوشت: این مصیبت دلخراش شاه شاهکار بزرگی است تا به تبلیغات وسیع در داخل و خارج دست بزند. شیخ علی تهرانی از مهمترین نمایندگان خمینی در آن زمان در 3 شهریور در نامه‌ای خطاب به مراجع نوشت: از نظر نگارنده به نور خدایی شما پوشیده نیست که فاجعه معلمه سینما رکس آبادان یکی دیگر از دسیسه‌های شیطانی رژیم شاه در راه سرکوبی نهضت بزرگ و شکوهمند اخیر این ملت به رهبری روحانیت بیدار و بیدار کننده علیه او است. شیخ علی تهرانی بعدتر به اشتباه خود پی برد. اسناد و مدارکی که پس از انقلاب منتشر شد نشان داد که در اغلب آتش سوزی‌ها، کشتارها و تخریب‌های آن سالها نیروهای مسلمان انقلابی وابسته به روحانیت طرفدار خمینی نقش اصلی را داشتند و برخی از مراجع و نمایندگان خمینی از این حملات آگاهی داشته و آنها را تایید کرده بودند. پس از انقلاب به دنبال فشار خانواده قربانیان آتش سوزی سینما رکس، محاکمه عاملان آتش سوزی سینما رکس آبادان آغاز شد. در آن روزگار
مطبوعات هنوز از آزادی نسبی برخوردار بودند و ماجرای دادگاه را گزارش کردند. حسین تکبعلیزاده از عوامل اصلی آتش‌سوزی در دادگاه جمهوری اسلامی از روابط خود با روحانیون اصفهان و فعالین انجمنهای اسلامی آبادان پرده برداشت. او از ملاقات خود با سباقیان، سخنگوی دولت مهندس بازرگان در کاخ نخست وزیری و از سفرهای خود به اصفهان و تماس با روحانیون سخن گفت. سینماها از اهداف اصلی آتش‌سوزی‌ها و شورش‌های شهری در سالهای انقلاب بودند. روحانیت شیعه بیش از چند دهه علیه سینماها تبلیغ و سینما را عامل هجوم غرب به اسلام معرفی کرده بود. در سالهای انقلاب بسیاری از سینماها طعمه آتش شدند. بر اساس گفته‌های حسین تکبعلیزاده در دادگاه، آتش‌سوزی سینما رکس آبادان را محفلی مذهبی وابسته به روحانیت مبارز برنامه‌ریزی و اجرا کردند. شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر سید علی خامنه‌ای و از رهبران انقلاب در آن سالها 16 سال بعد از فاجعه در مصاحبه‌ای با علیرضا میبودی گفت: من به اصرار خمینی به آبادان رفتم تا به پرونده سینما رکس رسیدگی کنم. من کلیه جزئیات پرونده را خواندم و در جریان آن متوجه شدم که در زمان شاه مدرسین حوزه علمیه قم تصمیم گرفتند برای آنکه آبادان را هم به هیجان بیاورند آنجا را هم به آتش بکشند. ابتدا هدف سینما رکس نبود، ولی بعد برنامه عوض شد و سینما رکس به عنوان هدف انتخاب شد. دهکده کتا در 22 دی ماه 1357 روستایی عمدتاً بهایی نشین به نام کتا در استان بویراحمد هدف حمله ایل سادات محمودی قرار گرفت. منازل بهاییان به آتش کشیده می شود. درختان باغها ریشه‌کن می شود. آسیاب روستا را آتش زده و بهاییان را به ترک ده وادار می کند. بهاییان فراری به اصفهان می روند و در چادرهایی که بهاییان اصفهان تهیه کرده بودند موقتاً ساکن می شوند. روزنامه آیندگان در شماره 2351 به تاریخ 18/2/1358 می نویسد 300 نفر از مردم استان بویراحمد به روستای کتا در نزدیکی یاسوج رفتند تا بهاییان را به تغییر مذهب به دین اسلام وادار کنند. بهاییان را تهدید کردند که اگر به دین اسلام روی نیاورند منازلشان خراب و اموالشان به غارت خواهد رفت. بهاییانی که حاضر به تغییر مذهب نبودند برخی کشته و برخی به اجبار ترک خانه و کاشانه کردند و به اردوگاهی که بهاییان اصفهان برای آنها تهیه کرده بودند رفتند. صفحه 35 عکسی هستش به عنوان سند شماره 1 از زنی از اهالی کتا که به وسیله مهاجمین در سال 1357 به قتل رسیده است به همراه 2 خواهر کوچکترش. قتل در جهرم. اولین بهایی که در سال اول انقلاب کشته شد ضیاءالله حقیقت، متولد سال 1307 در جهرم و عضو محفل بهاییان این شهر بود. صبح روز 22 مرداد 1357 به هنگامی که از خانه راهی محل کار بود، موتورسواری به او ضربه می‌زند که منجر به مرگ او می‌شود. جو ضد بهایی حاکم بر شهر مانع از آن می‌شود که شاهدان ضارب را معرفی کنند. وی
در زمانی که به قتل رسید 50 ساله بوده است. حتی دوستان مقتول از ترس در تشییع جنازه او شرکت نمی کنند. ضیاءالله حقیقت کارمند شرکت نفت بود. میان دعا. در همین سال میر پرویز افنانی و پسر او خسرو افنانی 2 بهایی نیز در میان دعا به قتل میرسند. میر پرویز که از نعمت خواندن و نوشتن محروم بود، چوب فروش و فرزند او به تازگی از خدمت نظام وظیفه به میان دعا بازگشته بود. میر پرویز متولد سال 1307 و فرزندش خسرو متولد سال 1334 بود. پدر در سن 50 سالگی و پسر در سن 23 سالگی به قتل رسیدند. در 10 دی ماه 1357 در میان دعا خانه‌های بهائیان را آتش می‌زنند و عده‌ای بهایی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می‌شوند. میر پرویز برای حفظ خانواده خود آنها را از میان دعا خارج می‌کند و 2 روز بعد به اتفاق پسر خود خسرو به میان دعا باز می‌گردد. پدر و پسر با ضربات تبر کشته می‌شوند. جنازه مقتولین را در بیرون شهر می‌اندازند. بهائیان بوکان جنازه ها را در گورستان بهائیان دفن می‌کنند. حصار خراسان. ابراهیم معنوی که در سال 1290 در یکی از دهات خراسان به نام حصاری متولد شده بود، نیز از قربانیان بهایی کشی سالهای انقلاب بود. در روزهایی که ایران در آتش انقلاب می‌سوخت، بهائیان حصار هم مورد حمله قرار می‌گیرند. مهاجمین در 17 دی ماه 1357 شبانه به خانه ابراهیم معنوی وارد و او را در سن 67 سالگی به قتل رسانده و اموال او را به غارت میبرند. بعد از این واقعه بهائیان از ترس جان ده حصار را ترک میکنند. حاج محمد عزیزی زارعی از اهالی خورموش نیز در سن 70 سالگی در 19 دی ماه 1357 به قتل میرسد. سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی. پس از استقرار جمهوری اسلامی، حذف فیزیکی فعالین جامعه بهایی ایران آغاز شد. اعضای محافل محلی و ملی بهائیان از همان روزهای اول مورد تعقیب قرار می‌گیرند و در نخستین ماه‌های اول انقلاب در سال 1357 7 بهایی جان خود را از دست می‌دهند. در 30 سال گذشته اغلب اعضای محافل محلی و ملی بهائیان زندانی و یا اعدام شدند. چنانکه پیش از این گفته شد، بهائیت تنها آیینی است که روحانیت در آن وجود ندارد و اعضای تشکیلات بهایی را پیروان این دین از میان خود برمی‌گزینند. بهائیان هر شهری در انتخابات آزاد و مخفی 9 نفر را به عنوان اعضای محفل محلی برای مدت 1 سال انتخاب می‌کنند. در هر کشوری نیز در یک انتخابات بدون تبلیغ و مخفی 9 نفر برای مدت 1 سال به عضویت محفل ملی انتخاب می‌شوند. اعضای محافل ملی هر 5 سال یک بار اعضای بیت العدل جهانی بهائیان را انتخاب می‌کنند. نابود کردن تشکیلات بهایی و بازداشت اعضای محلی و ملی از نخستین و فوری ترین اهداف حکومت اسلامی بود. دشمنی روحانیت شیعه با بهائیان در حدی بود که آیت الله خمینی که پیش از رسیدن به قدرت
وعده آزادی همه گرایش ها حتی کمونیست ها را میداد، درباره بهائیان اهداف خود را به صراحت بیان میکرد. وی در مصاحبه‌ای با پروفسور جیمز کاکرافت که در 4 اسفند 1357 در مجله 7 دی به چاپ رسید و 2 هفته بعد از ورود او به ایران نیز در نیویورک تایمز منتشر شد گفت: سوال کاکرافت: آیا بهائیان تحت پوشش یک حکومت اسلامی آزادی سیاسی یا مذهبی خواهند داشت؟ جواب: خمینی: آنها یک گروه سیاسی بوده و مضر هستند. آنها مورد قبول نیستند. کاکرافت: در مورد آزادی مذهب و به جا آوردن فرائض دینی چطور؟ خمینی: خیر. 2 هفته پس از ورود آیت الله خمینی به ایران نیز شهریار روحانی، سخنگوی او در آمریکا، به تاریخ 24 بهمن 1357 در حالی که به نمایندگان آمریکایی یهودی اطمینان میداد که اقلیت‌های مذهبی از حقوق کامل در زمینه سیاسی، فرهنگی و مذهبی برخوردار خواهند بود، تأکید کرد که چنین تضمینی برای بهائیان وجود ندارد. بهائیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقت شده است که هیچ حقی برای جامعه بهائی و بهائیان در نظر گرفته نشود. بند 14 از اصل 3 قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت غذایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تضمین می‌کند، اما اصل 14 بهائیان و پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده را از شمول اصل 3 محروم می‌کند. اصل 14 می‌گوید ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. در اصل 20 قید می‌شود که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. شرط رعایت موازین اسلامی در این اصل تکلیف بهائیان را که در اسلام دین شناخته نمی‌شوند روشن می‌کند. در اصل 26 تأکید می‌شود احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. با استناد به این اصل از قانون اساسی بهائیان از حق داشتن تشکیلات و یا انجمنها محروم هستند. اصل 14 از قانون رفتار حسنه را با غیر مسلمانان چنین تعریف می کند: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. بهائیان در ایران معمولاً به اتهاماتی چون جاسوسی، ضد انقلاب، همکاری با دولت‌های خارجی متهم و از شمول این اصل محرومند. تحکیم قدرت در دست روحانیون
پس از انقلاب 1357 به سرکوب متمرکز و برنامه ریزی شده بهائیان منجر شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ گونه حقی برای بهائیان در نظر گرفته نشده است. دولت مردان جمهوری اسلامی آیین بهایی را به عنوان خطر و تهدیدی سیاسی معرفی می‌کنند و بدین دلیل آیین بهایی را غیرقانونی و بهائیان را قابل پیگرد می‌دانند. از همان نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی فعالین جامعه بهایی دستگیر، اعدام یا ربوده شده و بدون محاکمه اعدام شدند. دولت کلیه اماکن مذهبی بهائیان حتی گورستان‌های آنان را مصادره و تخریب و از دفن مردگان بهایی در این گورستان‌ها جلوگیری کرد. دو شرکت بزرگ متعلق به جامعه بهایی به نام‌های شرکت نونهالان و شرکت امنا و اموال برخی بهائیان مصادره شد. تحصیل جوانان بهایی در دانشگاه‌ها ممنوع شد.